سلام و خوش اومدین. امروز قراره با هم به یه موضوع خیلی جالب و شاید یکم عجیب بپردازیم. یه تناقض بزرگ. اینکه چرا شناختن واقعی خودمون انقدر کار سختیه. خب این سوالی که از دل فلسفه کلاسیک میاد در واقع نقطه شروع ماجراجویی ماست. اینجاست که همه چیز شروع میشه. و جوابش شاید غافلگیرتون کنه. بزرگترین مانعی که سر راه ماست چیزی نیست جز خودمون. دقیق‌تر بگم ذهن ما و اون توانایی فوق‌العاده‌اش برای گول زدن خودمون. خب بریم سراغ بخش اول. هنر خودفریبی. یعنی چطور ما آدما استاد این شدیم که به خودمون دروغ‌های مصلحتی بگیم. می‌خوایم ببینیم از چه روش‌های پیچیده‌ای استفاده می‌کنیم تا با حقیقت‌های تلخ روبرو نشیم. ببینید این خودفریبی ما اصلا الکی و بی هدف نیست. خیلی هم هوشمنده. دقیقاً روی 4 تا نقطه حساس زندگی ما تمرکز می‌کنه. چیزایی که باید تغییرشون بدیم مثل یه شغل یا رابطه سمی. نقصایی که ازشون متنفریم مثل حسادت. آرزوهایی که داریم و بهشون نرسیدیم و اون عصبانیتی که از بعضی آدما داریم ولی حس می‌کنیم نباید داشته باشیم. در واقع هر جا دردی هست، خودفریبی هم همونجاست. و اینجاست که معامله بدی که با خودمون می‌کنیم رو می‌بینیم. در کوتاه مدت چی به دست میاریم؟ یه آرامش و آسایش ظاهری. اما در بلند مدت چی؟ بهای خیلی سنگینی میدیم. فرصت‌های رشد رو از دست میدیم. برای بقیه غیرقابل تحمل میشیم. تنها میمونیم و حتی ممکنه مریض بشیم. واقعاً ارزشش رو داره؟ بسیار خوب. میریم سراغ بخش دوم. اینجا با یکی از مهمترین شخصیت‌های دنیای درونمون آشنا میشیم. قاضی درون ذهن. همون صدای ممتقد و بیرحمی که همیشه داره ما رو قضاوت میکنه. تصور کنید یه قاضی همیشه و همه جا همراهتونه. هر کاری میکنید، هر فکری میکنید، اونجا نشسته و داره شما رو تماشا میکنه. و بدتر از اون دائما داره حکم صادر میکنه. این همون نیروی قدرتمندیه که توی ذهن همه ما وجود داره. اما نکته جالب و شاید تلخ ماجرا اینجاست. این صدای قاضی در اصل صدای خود ما نیست. این در واقع یه جور پژواکه. پژواک صدای آدمای مهم و منتقد زندگیمون در گذشته. مثلا پدر و مادر، معلم‌ها یا حتی دوستامون. و اینجاست که اون صداهای بیرونی انگار میان توی ذهن ما خونه میکنن، درونی میشن و تبدیل میشن به اون فیلمنامه تکراری و خشینی که ما امروز برای صحبت کردن با خودمون ازش استفاده میکنیم. پس ببینید چقدر مهمه که بفهمیم این قاضی درون ما از چه نوعیه. چون یه قاضی سختگیر میتونه ما رو به سمت شرم و افسردگی ببره، جلوی ریسک کردنمون رو بگیره. اما یه قاضی مهربون چی؟ اون به ما یادآوری میکنه که حتی اگه شکست خوردیم بازم با ارزشیم و تشویقمون میکنه دوباره تلاش کنیم. کل مسیر زندگی اون به این بستگی داره که کدوم یکی از این دوتا رو داریم. خب میرسیم به بخش سوم، مغز غیرقابل اعتماد شما. شاید فکر کنید راه حل اینه که بیشتر روی خودمون کنترل داشته باشیم، اما اینجا قراره به یه نتیجه کاملا متفاوت برسیم. هدف کنترل کامل نیست، بلکه پذیرفتن اینه که مغز ما با همه درخشان بودنش ناقص هم هست. این منبع یه اسم بامزه برای مغز ما گذاشته. گردو. چرا گردو؟ چون هم خیلی پیچیده است مثل اون شیارهای توی مغز گردو و هم خیلی شکننده است. یعنی با یه فشار کوچیک ممکنه ترک برداره و همه چیز رو اشتباه تفسیر کنه بدون اینکه حتی خودمون بفهمیم. یه لحظه با خودتون فکر کنید. چند بار شده که حس کردید دنیا به آخر رسیده، یه ناامیدی عمیق داشتید، اما بعد از یه چیزی خوردن حالتون بهتر شده؟ شاید اون حس ناامیدی بزرگ فقط گرسنگی یا افت قند خون بوده. یا این یکی چطور؟ از رئیستون متنفرید چون خیلی سخت گیره. اما آیا واقعاً مشکل فقط اونه؟ یا شاید اون گردویه توی سر ما داره یه فیلم قدیمی رو پخش میکنه؟ شاید رفتار رئیستون شما رو یاد رفتار یکی از والدینتون یا معلمتون در گذشته میندازه و شما دارید به اون خاطره واکنش نشون میدید، نه به خود رئیستون. و این یکی دیگه که خیلی رایجه. فکر میکنید زندگیتون دچار یه بحران تمام عیار شده، همه چیز داره از هم میپاشه. اما در واقعیت فقط شب قبل خوب نخوابیدید. میبینید مغز ما چقدر راحت میتونه یه مسئله ساده بیولوژیکی رو به یه فاجعه فلسفی تبدیل کنه. خب حالا که فهمیدیم مغزمون خیلی هم قابل اعتماد نیست، پس تکلیف چیه؟ بخش 4 بهمون یه راهکار جالب میده. خرد شک سالم. یعنی به جای اینکه سعی کنیم همه چیز رو کنترل کنیم، یاد بگیریم که چطور با یه دید جدید و هوشمندانه به خودمون و احساساتمون نگاه کنیم.
راه حل این نیست که اون قاضی درون رو خفه کنیم. نه، باید تربیتش کنیم. چطوری؟ با 3 قدم ساده و عملی. اول، مکس. یعنی بین اون حسی که بهتون دست میده و کاری که میکنید یه فاصله بندازید. سریع قضاوت نکنید. دوم، مثل یه دوست با خودتون حرف بزنید. از خودتون بپرسید اگه بهترین دوستم تو این وضعیت بود بهش چی میگفتم؟ و سوم که خیلی مهمه، رفتارتون رو از هویتتون جدا کنید. اینکه یه کار احمقانه کردم با اینکه من یه آدم احمق هستم زمین تا آسمون فرق داره. پس اگه بخوایم یه نتیجه کلیدی از این بحث بگیریم اینه: خودشناسی واقعی این نیست که به یه ربات منطقی تبدیل بشیم که روی تمام افکار و احساساتش کنترل کامل داره. نه، خودشناسی واقعی یعنی بپذیریم که ما دنیا رو از پشت یک لنز ترک خورده می‌بینیم. ذهنمون مثل یه لنزه که تصویر رو به ما نشون میده، اما این لنز بی‌نقص نیست، ترک داره. اگه این رو با فروتنی قبول کنیم، اون وقته که به آرامش میرسیم، چون میفهمیم که درک ما همیشه ناقص و در عین حال زیباست. و در آخر میخوام شما رو با این سوال تنها بذارم. یه سوال ساده اما خیلی عمیق. اگه تصمیم بگیرید از همین امروز فقط یه ذره با خودتون مهربونتر باشید، فکر میکنید چه چیزهایی توی زندگیتون تغییر میکرد؟